دوستان گلم، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو خواستم فقط 2 ثانیه باهاتون حرف بزنم. بهتون خواستم بگم که من از فردا دیگه باید برم مدرسه و دیگه این مدرسه ها شروع شده. شاید واسهتون چند ویدیو بذارم چون باید هفتونی پاشم از فردا دیگه برم. تازه نه 12 بیام خونه، نیم ساعت طول میکشه تازه برسم خونه. بعد برسم خونه مشقامو بنویسم، نمیدونم لباسمو در بیارم فعلا کنم بسام کنم، کلی طول کشیده و دیگه وقت نیست برای ویدیو گذاشتن. شاید بذارم و با یه یوتیوبر دیگه که اسمشو عکس پروفایلش میاد رو صفحه، ببینید یه یوتیوبر خیلی گلیه، اونم سرچ کنین این اسم رو، الان میاد رو صفحه، این اسم رو تو یوتیوب سرچ کنین و حتما صاحبش هم کنین. خیلی پسر گلیه. این به من گفت که الان راهنمایی شهر داشت بازی میکرد، من اومد چیز کرد به من با هم حرف زد، گفت الان سنت یکم کمه، نمیدونم رفت تو پیجم، اسم پیجم هم تو ویدیوش بلند گفت، توی ویدیوش اینطوری گفت، رفت ویدیومو دید، گفت ادیتت نه خوبه نه بده، ویدیوت نه خوبه نه بده و اینجور چیزا. و خواستم بهتون همینو بگم که دیگه ویدیو داره میخوره به ته دیگه. مثلا 2 تا 3 تا در روز ویدیو میذارم، یعنی 5-6 تا در روز میذارم دیگه. الان حدودا میتونم 2 تا بذارم، فوقش 2 تا، میگن از این بعد یه دونه کلا. شاید هم کلا بعضی وقتا نشد ویدیو بذارم و همینا. خواستم همین بگم و لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارین که چه بازیایی دوست دارین من اونا رو برم. همین.